یا برعکس خوش اومدین به این ویدیو. عرفان هستم، میزبان شما از چنل زد پین و آره میدونم اسم چنل عوض شده و اینکه امروز میخوایم بریم با محمد رفیقم راست بزنیم و اگه بشه کارامون رو انجام بدیم برای اویریگ که حتما ویدیوشو بگیریم و بذاریم. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب همونجور که توی اینترو دیدین قراره که الان بریم و سعی کنیم که اویریگ رو بزنیم. حالا اگه نشد توی چند تا پارت براتون میذارم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک و برای دوستانتون به اشتراک بذارید و حتما این ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم سراغ ویدیو و همونطور که میبینید توی بالای تصویر آقای اگوس توی دیسکورد منتظرم، یعنی من منتظرم تا بیان و بریم ببینیم چه خبره. الان چیزهایی که میخوایم نگاه، دوتا ورد بنچو داریم و یه سری آیتم ها با لرن کنیم داخلش که به اسکرب نیاز داریم. اسکرب هایی هم که توی تیسیمون هست سفت. فعلا هم بیت 4x4 ساختیم که یک سری کارا انجام میدیم. لطفا به این تابلو توجه نکنید، یک پیام خوبه برای انمیایی که میان این بیت رو رید کنن. و خب الان آماده میشیم بریم برای یه فارم ریز اسکرب که ما الان باید شمشیر بسازیم. بله، متال فراگمنتس و متال بلید که جفتش هم داریم. بنازم 8 متال فراگمنتس و اینم متال بلید، اینم از شمشیر. به خب من یکم چستا رو مرتب میکنم و بعدش میریم سراغ فارم اسکرب. خیلی خب بریم سراغ فارم. امیدوارم که توی راه درمون نذارن. بذار قبل که بریم کم قارچم رافش میکنم. و از این صحنه بعد فارم اسکرب ما که خیلی هم حوصله سربره شروع میشه. از 250 نفر کلا 13 نفر آنلاین هم و این خوبه، یعنی که پلیرها کمن و توی همچین مپی خیلی احتمالش کمه که برای یعنی در حالی که فارم میکنیم کشته بشه انمیا. حالا اگه به ما باشه که هیچی دیگه، یعنی یکی بیاد منو میزنه میره. خدا نگهدار شما. اومدم برای توی کل بذاریم توی کل. یادم رفت بهتون بگم که اینجا آقای اگوس یا همون محمد خودمون سلام علیکم به ما ملحق بسیار آدم با ایمان با ایمان و خوب رفت کنید و اخوانه برای ریا میشه اینجوری نگو. ریا میشه. عجب طرف اومده رو شاپ قفل گذاشته فازش که رو شاپ سوپرمارکت برای قفل اختلاس. من فقط مال خودم مغز اقتصادی بقیه چیزارم بذاریم. خیلی فارم خوبی بود خدایی. همین الان 378 تا اسکرب گیرم اومدیم. یه کابشه میریم برای ورک اسکیل. به خدا حله یه 54 تا دست منه که قابل توجه نیست در برای اون همه اسکرب تو زدی ولی خوب. آره کاچی بعضی هیچیه خوبه. الان اگه یکی از اینجا بیاد منو بزنه واقعا فشار میخورم و حرفایی که خیلی وقت نباید بگم و میگم. دقیقا اومد. دقیقا یکی اومد. باید بیا کمکی که اومد. دعا رحمتت کنه من دورم برادر. اون درخته که گفتم زد یارو انمی بوده مثل که دو تا هستن.
یه تسلیت میگم الان کاری که میتونم بگم من مردم. آخه بی پدره من مادرت نه مردی؟ ای خدا کلی فارم داشتم. بذار یه لحظه create team بفرما. اینوایت اومد برات؟ نه بله اکسپت حل. بیا داخل بفهم داخل بیا یه بله خونه ما. دوباره درا رو اینجوری ساختی خب باید اینجوری در ببر بیا باید رمز درارم دوباره عوض کنیم که آره فعلا بذار 400 تا اسکراب رو بذاریم به من کلوس بده. کلو رمزا چیه بگو رمزا رو. الان به تمر رو میدم توی تی سی همه چی میذارم بردار اونجا. اینا هم که دیگه If you're ready این شد یک الان نه تا شبه به نظرم چی کنیم. بذار اول من این چیزو در بیارم مشعله کم بتونیم ببینیم. خب رمزا رو بخوام بهت بگم رمز اینو نخونه بشم if you rate this space your mother is bitch. کنم نحوه خوبیه برای اینکه انمی ها رو با خودمون دشمن تر کنیم. رمز در رو میذارم در اینو وا کن من حل. بذار رمز در رو بزن اول 12 بذار قفلش هم کنم. آها 12 اینم اون یکی هم 12 اونم برو بزن. رمز چست رو به افتخار همه اونه که میخوان میذاریم همیشگی 85 بیشتر فکرم خودمون میخوایم تا چی همین. رمز تیسی هم همونه. اینا رو هم که با بذاریم بپزه علیه. به من کلوس بده. این 110 تا چوب 15 تا چوب داریم به نظرم. بگ متال لو گرید بفرمایید شما فعلا 2 تا بذاریم بدون اینکه نور بگیر اینجا رو که نور بگیر نور یه لحظه آی محترم نور یه لحظه نور خب ای بس بابا نور این هرچی بیشتر تکرار کنی بدتر به تخمم میگیرم. اوکی آدم گوشت کیرشو بخوره میان نکشه برو بابا خودم میذارم آلکو خونه بابا دهن سرویس نزن اینجا دیگه پی وی ای نیست که. خب این والا سراغ یادم نزد خوبه که حالا یادتو بردم تو نزدی دهن ما رو بگیم. عالی تمام اینا رو لرن میکنیم از ورک 1 ای بابا اینجا این از ریولور. خب بعد فردا صبح دوباره بریم برای ساخت این فارم اسکراب. اون برای که بخوایم چرا ایم گرفتی رو من الکی حل. این برای که بخوایم بریم تو برف و سرما فارم کنیم نیاز به لباس. این خورد دهن سرویس بیا اینجا ببین لایکی یارو بده خبرم 14 ثانیه بگیر منو بگی الان میگیرم نتیجه میگیریم همیشه شمشیر کنیم. چیکار داری میکنی؟ بانی یعقوبی اون نشه یعقوبی آخه نداری
میخواستم راستی. نه ای بابا اشتباه هر فراز ای تو باید بابا. بچه بشن به قولا. خب دیشب که به خوبی و خوشی گذشت با یک کشته که البته بلندش کردم. تصمیم گرفتیم برای لرن آیتما امروز صبح بریم فارم و بازم خیلی حوصله سربر بود ولی خیلی اتفاقات جالبی افتاد که میبینید البته. سوپرمارکت سوپرمارکت پشت قشنگ پشتش به ماست، ریسایکل پشتش به ماست. یادم آره دنبال ریسایکلی برو اونجا داداش. داش اونجا هستم دارم ملان ریسایکل خوبه. چقدر اسکرپ داری تا الان؟ من 141 تاسک فورس 141 یعنی دوربینم پیدا کردم. این یارو خیلی بد میزنه، این یارو خیلی بد میزنه. نمیدونم فرار کنم بهتره. میگم که من دوربینم پیدا کردم. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. مردی چون صدا تیر اومد. پشمام با پیستولم زد منو. چم نزدیک جنازه هستم بتونم کنم بلش. ما به فارمون ادامه میدیم. بابا دهنت سرویس دو بار نزدیک فکرم 304. من پیستول برداشتم. پیستول کو؟ نگو ریسایکلش کردی حاجی. پیستول کجاست؟ پیستولو ریسایکل کردی؟ حاجی ریدم. نه یارم دستم بود. درت ریدی بدم برادر. بذار من کیتو بزنم. ریسایکل کردم نو. وای که ریدی. ریدم حاجی این یارو خیلی بد زد منو. چی داشت؟ نه اون با پیستول داشت ولی خب پیستولش خیلی بد زد میزد. رگباری بود. آها نه اینجا می حاجی جون هر کی دوست داری پیستولو پیدا کن. مگه میشه حاجی؟ من اینقدر کستا نیستم. هست یا خدا. خب من بگیریم زود دیگه کنیم بریم زود بعدم بیاریم و ما قصه بیاریمش خونه. اینطوری بهتره. هم ریسکی که بمیریم کمتره. من الان میمیرم با همین یارو. Brother fuck you. Fuck your mother bitch. Fuck your baby. I fuck your uncle. Fuck your uncle bitch. سو قابلیت. خوار مادر بهش داد دقیقا یه فوش خوار مادر بهش دادم. آخرم خدا من راضی. حاجی ببین این اتفاقی که اینجا افتاد و گفتم اتفاق جالبی میفته در آینده همین بود و به خاطر و متاسفانه به خاطر کات‌هایی که اشتباه زدم توی ویدیو این بخش نیافتاده و پاک شده. ولی ای کاش کی بود. این یارو اومد دوباره منو زد و در عین این حالی که من داشتم کلی فوش خار و مادر بهش میدادم طرف با کلی مهربونی منو ریوایو کرد. بعد من فکر کردم که میخوادم اونجا منو بکشه و راحتم کنه و آره پخ ولی نه یار ریوایو هم کرد. 3-4 تا استیم زد بهم. لوتایی که اون قبلش این همون یارو بود که منو با کلت زد. لوتایی که قبلش دستش بوده همه رو بهم داد و لوتامون 2 برابر شد. یعنی اسکربامونم 2 برابر شد. خیلی اینجاش به مال داد. اگه داری این ویدیو رو میبینی دمت گرم. کردم ببین اول اومد منو کشت همه لوتایی که قبلش کرده بودم گفتم برو به من داد. برام انسانیت هنوزم زنده است. وای 30 تا چیز میخواد. بابا چه خبرته؟ 51 متال پایپ دارم. 40 و 20 50 60 تا هم چی دارم از این تابلوها دارم. خیلی خوب بود یارو. دمش گرم خیلی حال داد. خدا اجرش. واقعا ناراحت شدم این هم بهش فوش خارمادر داده. درود. ایشن کمونیستی دیدم خیلی عجیبه. حالا اگه پیداش کردم لینکشو برای شما میفرستم بریم.
خیلی عجیب و خنده دار و خنده دار و آجی. ولی دم یارو گم، یعنی من عاشق روسا هستم، عاشق کمونیستا هستم. خوبه. حتما هم راجع به ویدیوم خوب بود، پس برید ویدیومو نگاه کنید. همین الان پشت خفه شو. مخصوص خودته کاکا. گایی نمیخواد اینقدر آهنگ برای خودت بزنید، ما میشناسیمت. از سروران استفاده کنیم، میتونیم این سرور دیسکورد ما جوین بدید. بازم تبلیغ تبلیغ. الان چیه اون چیزه؟ نه درست بگو، درست. اوو درست، اوو غلط. نه دیگه نگاه کن، یه لحظه وایسین، یه لحظه وایسین. یه اوو مثل این، آها ولی مردونش. مردونه. آره مردونش زد دیگه. اوو Sambulim babagumba. Yeni nini guli bagumba sagumba mak. برو دیگه بگو. گفت دیگه شامبولی یا گدومبا ماگومبا شاگومبا. نه دیگه بنال دیگه. نه دیگه تو باید بگی. نه نگاه کن، نه دیگه، نه ویدیو دیگه. دارم کانتنت درست میکنم. نگاه دارم کانتنت درست میکنم. کانتنت برو. بخوره تو سرت. میخوای اوو هم بیشتر داره آبرو تو. آره. مگه این فکر داریم آبرو تو. آجی از این اوو همه استفاده میکنم. عجب عجب. باز من توی تخت خالی نخندیدم. خب خب بکری چقدر اسکرپ بان کردی محمد؟ 400 خورده ای. خب الان توی همه رو ایال بذار تو تی سی، همه رو بذار تو تی سی ببینیم. تو تیسی 500 بذار 1000 تا تو چیزی. یک آم اومدی؟ اسکرپ بار منم یه اومدم. سال یه گوله بزن به کلت چی اتفاقی؟ ببین از سرور دیسکورد که بنت میکنم فوشت میدم، تحقیرت هم میکنم. تحقیر داخل ویدیو دیمانیتایز. تحقیر باورت نشه. داداش دیدی این لباس ها رو لرن میکنی. داداش دیدی چی شد؟ بزنه کیکش احمد محسن. یه لحظه دوستان وایسید. نه 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 نه. حالا حرف بزن. حالا حاجی زجه با بزن. ساندارشو قطع کنی. حالا نه زجه صداشو. بزن. حالا زجه بزن. نه من اینطوری من گفتم کسکش نکن. الان باز میتونه ساوندبار بزنه. داره تو- ساوندبار بزن. داره تو بازی تیر میزنه. نکن کسکش الان آنیت کنم بس. ولی خوب بذار من برای چی شما شده؟ عدالت سمت شیر اسکرین رو فعلا شیر نده. باشه. شیر نده. شیر نده کوری کوری. کاکو سی ای بازیو بعد اینجا میتونی. به به بیا این برای تو بذار تیراش هم بسازم. ایول. بعد از سی گزینه بذار یه اینم لحظه داره. منم میخوام اینا داخل آره چیزا اینا رو هم بگیر حاجی. لیدر هم Sambulim babagumba. Yeni nini guli bagumba sagumba mak. آبه اسفنجی. صندلی هم من گیری. عرض اول احترام. بار آخرت باشه ساند بار میزنه. ارفان لاشی. نظر چه یه دونه موزیک بذارم. ببین بخوای بزنی میزنم زودتر. به خدا میزنم شوخی ندارم. موزیک رو هدت لاک موزیک نه ساوندبار موزیک. خفه شو. آره خدا بات قرار. خب دوستان اینم از این ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودین و برای پارتی بعدی حتما میذاریم. 100% اگه رفتیم اویریگ بازم میذاریم. و اینکه خیلی ممنون اگر از ویدیو هر چیزی خوشتون اومد لایک ساب کامنت فراموشتون نشه و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهایی که میذارم اطلاع. امیدوارم در زندگیتون اول سلامت و بعد پولدار باشید
روز خوبی داشته باشید یا شب خوبی. فعلا تا ویدیوهای دیگه پیس اوت.